ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 3، گفتاری 70. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. دموکراتی ترین جمعیت های پیشوران جمعیت سیستان بود که اروبکش ها هم به همین جمعیت داخل بودند. بابای جمعیت سیستان از بین کهنسالترین سیستان انتخاب می شد که آنها فعلا در همان کسب مشغول بوده در جای کار می کرده باشد. اینچنین در انتخاب بابا عمومی سیست ها فعالانه اشتراک می کردند. سیستان هم رساله در روح دینی نوشتگی داشتند، لیکن آنها مندرجات آن رساله را هیچگاه به عمل نمی آوردند و ضیافت ارواح پیر هم نمی دادند. شاگردان این پیشه نوچه نامیده می شدند که بعد از هنر سیاسی را به دست در آوردن به مراسم میانبندی مستقلاً کار کردن می گرفتند. پولی که در این جمعیت جمع می شد از راه بی‌قاعدگی و اشتراف اعضایان نبوده، با راهی به کار در آوردن اعضاها بود. در هر کارخانه، اسبخانه سیست در کار شود، به بابای سیستان مراجعت می کرد. بابا یک سیست یا چند سیستی که در کار باشد به آن کارخانه داده، ماهانه او و آذوقه هر روزه او را معین می کرد. در وقتی به کار ماندن هر سیست، بابا از صاحب کار 2 تنگه و از سیست 2 تنگه می گرفت. لیکن او این پول را برای خودش و یا به جای دیگری صرف نمی کرد، بلکه هرگاه یگان سیست بیکار ماند و یا با صاحب کار سازش نکرده کار را پرتافته براید، به پیش بابا می آمد و بابا او را تا به کار نو جایگیر کناندن می خوراند که آن مبلغ در همین کار صرف می شد. اگر بین یکی از آن سیستان و صاحب کار ویران شده آن سیست کار را پرتافته براید، دیگرهاشان هم کار را پرتافته از آنجا می برآمدند و همه اشان به بابا خانه آمده خورده می خوابیدند، تا وقتی که صاحب کارخانه به واسطه بابا آن سیست را راضی نکند، سیست دیگری در آنجا کار نمی کرد. اگر یگان کسی که کسبش سیسی نبوده هوسکارانه به آن کارخانه رفته کار کند، سیسان دیگر او را مردوار می زدند و مجبور می کردند که دیگر در آنجا کار نکند. این ترتیب به اسبخانه های مانندی اسبخانه های سرکردگان اهل دربار جاری بود که آنها چند سر اسب داشته سیس های کسبی را از باباخانه می گرفتند. اما کسانی خصوصی که یک اسب داشتند یگان هوسکاری سیسی را به کار می گرفتند و به آنها کسی دخل نمی کرد.
اما جمعیت های دیگری پیشوران تماماً بر ضرر پیشوران عادی تشکیل یافته بودند. خصوصاً بافندگان و پایافزال دوزان عادی تا مردنشان از چنگاری بابا و اوستاکار رهایی نمی یافتند. قاعده بونک هم بیشترین در بین پیشوران همین دو پیشه جاری بود، چونکه بابا و اوستاکار مزد کار را به آن درجه پست قرار داده بودند که معیشت پیشوری عادی با آن مزد تامین نمی یافت. بنابراین آن پیشور مجبور بود که با نام بونک از اوستاکار قرض کند. اگر پیشور از اوستاکار یک بار بونک گیرد، مبلغ بونک در اندک وقت کلان شده می رفت. چونکه مزد کاری پیشوری با بونک کار کننده از مزد کاری پیشوری آزاد کمتر می شد. بنابراین زود به بونک نو گرفتن محتاج می شد و در نتیجه بونکش وزنین شده به درجه ادا کرده نشدنی می رسید. کلمه بونک در زندگی پیشوران به جای مزد پیشکی کار اوانس کار فرموده می شد. اما کلمه بونک را مخصوصاً به معنای مزد پیشکی کار استعمال کردن برای این است که همین مزد پیشکی برای استاکار بونی کار را، بیخی کار را تامین می کرد. زیرا هر استاکاری که به کارکنی استاخانه خود مزد پیشکی کار را گذرانده تواند، در عمل کار آن پیشور را به منفعت خود تا مردن او تأمین کردگی می شد. بنابراین استاکاران هرچند در شهری جداگانه زندگانی کنند و یکدیگر را نشناسند هم، کارکنی بنکداری یکدیگر را به استاخانه خود نمی گرفتند و اگر ندانسته گرفته باشند، با معلوم شدن بنکداریش او را به خوجین اولیش می سپردند. اما اگر استاکاری دویم طالب و استاکاری یکم راضی باشد، استاکاری دویم بونک پیشوری گریزه را با خراجاتی که در کافته یافتن او شده است به استاکاری یکم داده، آن پیشور را به اختیار خود می گرفت و طبیعی است که در این صورت با ضم حق بابایانه در تبدیل استاخانه بونک آن پیشوری گریزه باز سیادتر و وزنینتر می گردید. بعضاً دو استاکار با رضای یکدیگر، مثلا یکی از آنها استاخانه اش را خرد کردن یا بستن خواهد، این استاکار یک پیشور یا یک چند پیشورانی بنکداری خود را به آن استاکاری طالب با گرفتن مبلغ بنک از وی می سپرد و به سبب حق بابایانه که بابا در این رد و بدل می گرفت، بونک پیشور در وقت گذشتنش به استاخانه دیگر وزنینتر می گردید. خلاصه کرده گوییم پیشوری بنکدار مثل حیوانات کاری در بین دو خوجین خرید و فروش می شد و حق بابایانه مانند حق دلالی بازار حیوانات به کیسه بابا می درآمد. همه این کارها در حضور بابا و با ادا کردن حق بابایانه او به عمل آورده می شد و هر کاری که بی حضور بابا کرده شود رسمی به شمار نمی رفت. از بس که بابا به اطاعت کنانیدن کارگری پیشور به استاکار، به یافته دادن او در وقت گریختنش و به رویانده دادن بونک در مورد تبدیل جای کاری آن پیشور متصدی بود، لازم بود که از هر کار خبردار شده در هر مورد حقی بابایانه گرفته ایستد.
سبب دیوانه بچه نامیده شدنی پیشورانی که در یک استاخانه با سومیکار با مزد کار می کردند این بود که آنها از شدت تضییق و به سبب بیرحمانه استثمار شدن به بیماری عصب گرفتار شده بودند. بنابراین پیشورانی بی‌بنک کار کننده در یک استاخانه از یک هفته زیاد کار نمی کردند و به مقابل استثماری استاکار با نفرت جواب داده کاری او را پرتافته می رفتند و به استاخانه دیگر می در آمدند. پیشورانی بنکدار هم با وجود این که می دانستند آخر به دست افتاده بارشان وزنین‌تر خواهد شد به شکنجه استثماری بیرحمانه تاب نآورده می گریختند و چند روز در گریزگی آزادانه گشتن را غنیمت می شمردند. بنابراین استاکاران، بابایان و فروشان و عموماً کسانی که از آن پیشه‌ها بی مهنت فایده می بردند آنها را با تحقیر دیوانه بچه نامیده بودند. رفته رفته خود آنها هم این نام را قبول کرده در وقتهایی با استاکار جنجال کردن، کاری استاخانه ای را پرتافته برآمدن و در مورد گریختن ما دیوانه بچه می باشیم، ما هر کاری که خواهیم می کنیم، خواه از آن کار به ما ضرر رسد خواه فایده، تا درد تا دارد بلا به پس دنیا همین دم غنیمت است می گفتند. من تا تیر ماه به کاری روز یک ساعته خوجین چرچین فروش دوام کردم. چون به مدرسه کسانی که به من آشپزی یا جامه‌شویی می فرمودند آمدن گرفتند، من آن کار را ترک کردم. خوجین اول زبان بازی کرده بسیار زور زد که مرا در کاری یک ساعته خود دوام کناند. چون من قبول نکردم پیشانش را ترش کرده خوب روید بهبودی کارتان را بینید. این را دانسته مانید که کسی از خانه کسی نمک خورده بی رضای آن صاحب خانه رود نمک کور می کند گفت. کور شدن برای من بهتر از آن است که هر روز روی شما و استاخانه شما را بینم گفتم. من هم پیشانه خود را ترش کردم. بعد از آن واقعه هرگاه که من از رسته از پیش دکان او می گذشتم خود را به نادانی زده رویش را می گرداند و به کاری مشغول می شد. یعنی در میانه ما سلام و علیکی عادی هم برهم خورده بود. تحصیل سر شد و در درسخانه ما در پیش دام الله اکرام عبدالخلیل مخدوم نام پسری برادری از خود کلانی شریف جان مخدوم به ما شریک شد. از بس که عبدالخلیل مخدوم قاضی زاده و نبیره قاضی کلان بود، حامد خواجه قاریگی جماعه را به او سپرد. عبدالخلیل مخدوم یک جوانی سرخچروی، چشم و ابرویش سیاه، میان قامت قاق بدن و در سال برابری من بود. از بس که پیشتر پدری او در ریانهای دور قاضی بوده، او هم در پیش پدرش بود، من در وقتهای در خانه شریف جان مخدوم بودنم او را ندیده بودم. عبدالخلیل سوادی تاجیکی خوب و خطی زیبایی داشت. ادبیات را خوب می فهمید و دوست می داشت. او با وجودی کلانزاده بودنش بسیار خاکسار بود و به ملا بچه های عادی پایلوچ هم حرمتکارانه معامله می کرد. عبدالخلیل مخدوم بعدی در جماعه ما قاری شدنش مرا به درس تیار کنی تکلیف کرد. من هم قبول کردم. درس تیار کنی من با او مانندی درس تیار کردنم با غفور جان مخدوم عبارت یاددهی خشک نبوده، با مکالمه حقیقی
با گفتگوزاری طرفین معنی درس را فهمیده گرفتن بود. حولی عبدالخلیل مخدوم در گذر غازیان در پس مدرسه ملا محمد شریف و حمام غازیان بود. او پدر و دو دادر داشت که آنها در آن حولی زندگانی می کردند. خودش خانه‌دار بوده شبهای تعطیل در حولی و شبهای تحصیل در حجره بود. حجره او بر بالای دروازه مدرسه غازیان بود که دریچه‌اش به طرف حوض غازیان گشاده می شد و در شرایط بخارای آن روزه آن حجره خوشهوا به شمار می رفت. من هر پگاه آنجا می رفتم. با او درس تیار کرده همراه به درس خانه می رفتیم. او در درس‌های داماللای کنجکی هم با من شریک شده با ملا عبدالسلام شاگرد شد. عبدالخلیل برخلاف عمک‌هایش شریف جان مخدوم و غفور جان مخدوم خیلی با همت بود. او با خوراک با پوشاک با من خوب یارمندی می کرد. در حجره او قریب همه دیوانهای شاعران مشهوری گذشته و بیازهای گوناگونی اشعار شاعران زمانهای آخر یافت می شدند که من از آنها بیملال فایده می بردم. افسوس که آن جوان بیماری سیل داشت. هرچند آن وقتها این بیماری در وی آنقدر ظاهر نشده و به قوت بدنش ضرر نرسانده باشد هم از کوتاه سرفه کردنش تجربه کاران پی می بردند که در طبیعت او آن بیماری هست. تخلص انتخاب کنی. من باید در اینجا درباره تخلص‌های ادبی خود یک چند کلمه نویسم. در سالهای اولی که من در شهر بخارا بودم، مردم با استثنای بعضی کسان خصوصا ملاها به من با نظری بسیار پست می نگریستند و با آهنگی تحقیرآمیز مرا صحرایی می نامیدند. من به همین مناسبت برای خود کلمه سفلی را که پست گفتن است تخلص قرار دادم. اما ثانی‌تر این تخلص به خودم معقول ننمود. مردم مرا پست می شماریدند. این کاری آنهاست. اما خودم چرا خود را پست شمارم؟ فرق من از دیگران در این است که من قشاق و محتاجم، آنها دارا و از هر چیز مستغنی. گفته فکر می کردم. چون در دلیل‌های رد کردنم کلمه سفلی را به صفت تخلص به قشاقی و محتاجی خود اقرار کردم، به نظر خودم کلمه‌های محتاج و محتاجی برای تخلصم مناسب تر نمودند و بعد از آن در شعرهای خود به غنجایش وزن نگاه کرده گاه محتاج و گاه محتاجی تخلص گذاشتم. رفته رفته این کلمه ها هم به صفت تخلص به من معقول نشدند و در دل خود درست است که من محتاجم. اما چرا با واسطه شعر محتاجی خود را به آدمان اعلان کنم؟ من هرچند محتاج باشم هم باید خود را به مردم چنان نشان دهم که به چیزی محتاج نیستم گفتم و این تخلص را هم رد کردم. من با تأثیر آن زندگانی سختی که در خردسالی به سرم افتاده بود عصبی شده بودم و از زندگی بسیار دلتنگ می شدم. بعضا در شبهای تنهایی بعضی شعرهای مرثیه مانند شاعران گذشته را خوانده برای خالی کردن دل خود می گریستم. مردم به این خصوصیت من پی برده بچه قابل است اما قدر دیوانگی دارد می گفتند. من هم به این فکری مردم تابع شده برای خود کلمه جنونی را که
منسوب به دیوانگی گفتن است تخلص قرار دادم. رفته رفته این تخلص هم معقول نشد. آخر من دیوانه نیستم گفتم در دل خود. من هر چیز را میفهمم و فرق میکنم، پس چرا خود را به دیوانگی نسبت دهم؟ مردم مرا به دیوانگی منسوب میکردند، کردن گیرند، این به من دخل ندارد. بعد از این ملاحظه ها به فکر انتخاب تخلصی معقولی افتادم. در آن وقتها بعضی ملا بچه ها، خصوصا ملا بچه های بخارایی و ملا زاده ها، در هوس شعرگویی می افتادند. حتی بی سوادی الفبایی بودنشان هم به این آرزوی آنها مانع نمی شد. اما پیش از آن که شعر مشق کنند و بیتی را به میدان برارند، برای خود تخلص می جستند و هر کدام کلمه را انتخاب نموده به خود تخلص قرار می دادند و یکدیگر با آن تخلص خطاب کرده ذوق می بردند. معنی تخلص یکدیگرشان را می پرسیدند و بر بالای مناسب یا نامناسب بودن آن کلمه برای تخلص مناظره می کردند و هر کدام به عقیده خود تخلص خود را افضل می شمردند. دلیل یکم افضلیت تخلص آنها کمیاب، عجیب و از طرف شاعران زمانی یا گذشته به صفت تخلص گرفتن نشده بودن آن کلمه بود. با همه این بیشترین تخلص آنها یا تکراری تخلص های از جانب شاعران دیگر گرفته شده بود، یا بی معنی و یا با معنی نامناسب می برآمد. حتی میرقادر مخدومی بیتن هم که به ادبیات هیچ هوس نداشت، شعرخوانی را بد می دید و در صحبتی که شعرخوانی سر شود در رو برآمده می رفت، از این جریان عمومی تخلص کاوی بیرون نمانده بود. او در این گونه صحبت ها می گفت: اگر من شاعر شوم تخلص خود را گمبوس قرار می دهم، چون که این کلمه به صفت تخلص از طرف هیچ شاعر قبول کردن نشده است. از این مناظره و مباحثه ها و از این تخلص کاوی های عمومی من به چنین فکر آمدم: باید تخلص یابم که پرمعنای مناسب به تخلص و در عین زمان از طرف شاعران به صفت تخلص ادبی گرفته نشده باشد. من با این ملاحظه روزها و شبها کتاب‌های لغت را ورق زدم و در آخر کلمه عین را یافتم که اهل لغت به وی 48 و حتی زیادتر از این معنا داده اند و در قطار معنی‌های مشهور این کلمه چشم، چشمه، چرمی، گلوله‌گذاری، کمانغولک را شمردند که آن کلمه را با هر کدام این معنی‌ها برای تخلص گرفته خود را به وی نسبت دادن ممکن است. اکنون در پیش من همین سوال آمده بود که این کلمه به صفت تخلص از طرف شاعران دیگر گرفته شده باشد یا نه. من برای به این سوال خود جواب یافتن از کتابخانه عبدالخلیل مخدوم تذکره های آتشکده و دولت شاهی را گرفته فهرستی نامهای شاعرانی در آن کتابها درج شده را از نظر گذرانیدم، اما در آن فهرست ها این کلمه را به صفت تخلص ندیدم. با وجود این برای احتیاط از یگان آدمی پردان پرسیدن این مسئله را لازم دانستم. در همان وقت روزی به ملا خالی راتبپگی که ذکرش در بالا گذشت واخوردم. او با همه پستی شعرش به تاریخ و ترجمه حال شاعران و عالمان گذشته خیلی واقف بود. از او به صفت تخلص از طرف کسی گرفته شده یا نشده بودن این کلمه را پرسیدم. او در جواب گفت: من این کلمه را به صفت تخلص یگان شاعر ندیدم و تنها در مصر یک عالم گذشته است که صحیح بخاری را شرح کرده است و لقب علمی آن آدم عینی می باشد. چون درباره از طرف شاعران معلوم به صفت تخلص گرفته نشدن این کلمه
قناعت حاصل کردم، خود را به کلمه عین به معنای چشم، چشمه و یا به معنای جای تیرگذاری کمانقولک نسبت داده تخلص خود را عینی قرار دادم. وقتی که شاعری من و تخلصم به جوانان شاعر تراش آن زمان معلوم شد، آنها بی آن که از من شعر پرسند و معنی وی را جستجو کنند، معنی تخلصم را می پرسیدند و من در جواب این کلمه 48 معنی دارد. خودتان کتاب های لغت را مطالعه کرده معنی های این کلمه را آموزید و من به شرح دادن وقت ندارم می گفتم. این جوابی من نسبت به آن پرسندگان یک جواب حیرت آور بود و با تقاضای جوانی خودم از این جواب خود ذوق می بردم. در اینجا همین را قید کرده گذاشتنم ضرور است که یگان شعری مرا به تخلصهای سفلی، محتاج و جنونی کسی ندیده است و یگان غزلی با آن تخلصها نوشته شده ام را حالا خودم هم در یاد ندارم و نسخه های آن شعرها باشند چنان که در بالا قید کردم بعد از 15 روز یا 1 ماه به دنیا آمدنشان با تنقید خودم و از طرف خودم نیست کرده شدند. حتی شاعران و شاعر تراشان برای من یک وقتها تخلص شدنی آن کلمه ها را نشنیده بودند. چون دوستی من با حیرت که ذکرش در پایان می آید نزدیک شد، من اولین بار به او واقعه تخلص انتخاب کنی خود را حکایه کرده، در آن ضمن آن کلمه هایی به صفت تخلصم مرده رفتگی را نام برده بودم و از آن کلمه ها به صفت تخلصی من جنونی در خاطر او مانده بوده است که در یک قصیده با سوخت مضمون خود یاد می کند. حیرت در بیماری آخری عمرش که از حیات امیدش را کنده بود، یک قصیده نوشته است و در آن قصیده به مناسبت مرا نام بردن خواسته است و به طرز نام بردن خواسته است که به شنوندگان آن بیت من معلوم نشوم. بنابراین مرا با تخلصی گم شده رفتگیم یاد کرده است. 3 بیت آن قصیده که به این مطلب دخل دارد به طرز زیرین است: مدتی کین اینقدر مدت نمی کردی کشال، گرنه از ما دلکشالان دلکشاری داشتی. چون نگیریم خون به حالی تلخ کامان، پیش از این طرز شکرخندی و شیرین مخالی داشتی. با جنونی می کشادی گاه توماری عتاب، گه خطابی حرف شیرین با کمالی داشتی. شما گفتار 70 را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجامقولов، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.